یه هفته پیش یه آقایی اسبشو به کیومرث 5 میلیون تومن فروخت. رفتم پیش فروشنده و بهش گفتم حاجی اسبو فروختی 5 میلیون؟ اسب که خیلی بیشتر از این حرفو میارزه. فروشنده بهم گفت والا اسبی که من فروختم اسب شل بود. اسب شل 500,000 تومن هم نمیارزه، چه برسه به 5 میلیونی که من فروختم. رفتم پیش کیومرث و به کیومرث گفتم این اسبی که خریده بودی میدونستی شله و خب اسب شل ارزشی نداره، واسه چی خریدیش؟ کیومرث گفت نه بابا، این اسب که شل نبوده که، یه میخ تو پاش بود که من میخو در بیارم دیگه هیچ مشکلی نداره و راحت راه میره. این وسط که من گیج شده بودم دوباره رفتم به فروشنده گفتم حاجی این اسبت که شل نبوده که، این یه میخ تو پاش رفته بوده. فروشنده گفت آره میدونم، اون میخو خودم از عمد گذاشتم که اون کسی که ازم میخره فکر کنه با در آوردن میخ اسب شل من خوب میشه. من واسه رفیقم کیومرث خیلی نگران شدم. رفتم پیشش و بهش گفتم کیومرث واقعا واسط متاسفم، تو رفتی اسبی و خریدی که واقعا شله. کیومرث بهم گفت پوری کنی بابا فدا سره، کل اون 5 میلیونی هم که من به اون بابایی دادم همش قلابی بود.